به نام خدا، با سلام. هانی غلامی هستم. میخوام در این جلسه اینر جوین و اگریگیت ها رو براتون توضیح بدم. اینر جوین یعنی همون اتصال چند جدول و استخراج اطلاعات از چند جدول هسته. اگریگیت هم توابع تجمیعی هسته که انواع خاصی داره. توابع تجمیعی توابعی که پرسجوی عددی رو روی مجموعی که از اطلاعات محاسبه کرده حاصل رو به صورت یک عدد نمایش میده که انواع توابع تجمیعی میتونه سام باشه، مکس باشه، مین باشه و اوریج و کانت باشه. و بعد ما این ست رو داریم که درج رکوردها در جدول هسته و بعد دلیت رو داریم که برای حذف رکورد استفاده میشه که اگر برای دلیت شرط نذاریم کل رکوردها رو حذف میکنه. تراستیکیت هم شرط نداره و برای خالی کردن و تمام رکوردها رو حذف میکنه. و همینطور آپدیت هم برای بروزرسانی کردن مقادیر رکوردها هسته که اگر شرط نذاریم کل فیلدهای تمامی رکوردها تغییر پیدا میکنه. فرق بین دیلیت و تراستیکیت اینه که دیلیت تعداد رکوردهای پاک شده رو نمایش میده ولی تراستیکیت شرط نمیپذیره و سریعتره و مخصوصا در تعداد رکوردهای بالا خیلی سریعتره و بازیابی تراستیکیت خیلی سخت‌تره. تو این جلسه ما می‌خوایم چند تا جدول ایجاد کنیم و عملیات رو انجام بدیم. روی دیتابیسمون میزنیم و دیتابیس قبلیمون که انجام دادیم و 5 رکورد ایجاد کردیم و با دیزاین نگاه می‌کنیم. خب می‌خوایم نیو تیبل بزنیم و بهش کد مقدار اون رو اینت میگیریم، تایتل رو میاریم، میتونیم وارکار یا انکار بذاریم و در قسمت واحد هم اون رو اسمال اینت میذاریم. و بعد ما کد رو کلید اصلیمون قرار میدیم، ذخیره می‌کنیم و نام جدولمون رو کورس میذاریم. و روی تیبل ها رفرش می‌کنیم، می‌بینیم که جدولمون ایجاد شد. یه جدول دیگه ایجاد می‌کنیم، نیو تیبل رو میزنیم و کد رو مقدار اینت میدیم و بعد ما اسکور که همون نمره هست فلوت میذاریم و بعد سی کد که همون کد درسیمونه اونم از نوع اینت میدیم و بعد اسکوده که مال کدوم دانشجوه و بعد دیسکریپشن که همون توضیحات رو بهمون میده. ما هم این رو مقدارش میتونیم وارکار بذاریم و بعد ما کد رو کلید میذاریم و بعد ذخیره می‌کنیم و اسم جدولمون رو ریزولت میذاریم. خب ما رفرش می‌زنیم و جدولمون رو می‌بینیم که با موفقیت ایجاد شده. جدول کورس کلیدراس ادیت رو میزنیم و چند تا رکورد میخوایم ایجاد کنیم. کد که همون کد درسیمونه، تایتل هم نام درس همونه که مثلا ما میتونیم سی شارپ سی پلاس پلاس رو بذاریم، میتونیم بهشون واحد بدیم و بعد اون قرمز آخر کلمه‌مون هم با یه تب زدن برطرف میشه که یعنی ذخیره شده. برای ریزو چند تا رکورد انجام میدیم. کلیدراس ادیت رو میزنیم، یه کدی رو بهش میدیم، اسکور یه نمره رو بهش میدیم و سی کد اون درس و اسکودم اون شماره دانشجویی رو بهش میدیم. همینطور اون دانشجویی که میخوایم رو انجام میدیم. کدهای هر جدول رو اون بالا داشته باشیم میتونیم خیلی راحت کد دانشجویی یا کد درس ها رو از بالا بگیریم. دستور یوز دیتابیسمون هم استفاده میکنیم و سلکت و ستاره رو میزنیم که تمام ستون‌های کارنامه تحصیلیمون رو نشون بده. از اینرجون میخوایم استفاده کنیم و بعد ریسورس رو میزنیم. اینرجون شده با ریسورس. حالا ما میخوایم صفت مشترک از هر دو جدول که کد رو و در ریسورس هم اسکود رو بهمون نشون بده. گو رو میزنیم و هایلایت میکنیم و اکزیکیوت که بزنیم تمام مشخصات رو بهمون نشون میده. میخوایم فقط فرست نیم و لاست نیم و اسکور رو بهمون نشون بده. ما سلکت نام جدولمون رو میاریم و بعد فرست نیم همونطوری که اولش بنویسیم بهمون نشون میده. دوباره نام جدول دات لاست نیم. بعد اسکور رو میخوایم بیاریم. اسکور داخل جدول ریزولت، ما جدول ریزولت رو مینویسیم و دات میزنیم که اسکود رو بهمون نشون میده. خب بعد از نوشتن کد هایلایت می‌کنیم و اکزیکیوت که بزنیم می‌بینیم که فقط فرست نیم لاست نیم و اسکود رو بهمون نشون داده. گروه بندی نتیجه سلکت رو میتونیم به گروه بندی کنیم. مثلا ما می‌خوایم دانشجویی که داریم بر اساس شهرها گروه بندی بشن که در هر شهر چند نفر وجود دارن. خب ما از دستور سلکت استفاده می‌کنیم و آدرس رو میدیم و ازش می‌خوایم که آدرس‌های مشترک رو بشماره و بعد از جدول تیچر بهش میگیم که گروه بندی کنه آدرس‌ها رو برامون. و بعد ما هایلایت می‌کنیم اکزیکیوت می‌زنیم و می‌بینیم که بله همونطور که می‌بینید گروه بندی کرده آدرس‌ها رو برامون. رو با فرست نیم هم میتونیم انجام بدیم که ما میگیم که ستون فرست نیم باشه و بعد فرست نیم های ما رو بشماره. فرست نیم چند بار تکرار شده تو گروپ بای و بعد هایلایت میکنیم و اکزیکیوت که بزنیم بهمون نشون میده که همشون یک بار تکرار شدن. میتونیم آدرس رو هم قرار بدیم و میگیم که بشماره و گروپ بندی کنه. شرط هاوینگ رو اضافه میکنیم که هاوینگ کوئنت آدرس بزرگتر مساوی 2، یعنی که اون دانشجوهایی که از اون آدرس اومدن بزرگتر مساوی 2 باشن. ما وقتی که هایلایت کنیم و اکزیکیوت بزنیم می‌بینیم که بعد از گنبد 3 نفر مشخص شده. خب ما اول ریزولت ادیت رو میزنیم و یه نگاه به اسکور یا اینا رو نگاه میکنیم و بعد ما دستور هاوینگ رو پاک میکنیم و میخوایم ماکسیمم نم کد دانشجوییمون رو ببینیم. اسکود رو مینویسیم و ماکسیمم اسکود رو مینویسیم که از جدول ریزولت و بعد گروپ بندی میکنیم از اسکود.
هایلایت میکنیم و اکسکیوت که بزنیم بهمون ماکسیموم کد دانشجویی رو بهمون میده. میتونیم مینیمم کد دانشجوییمون هم ببینیم. دستور بعدی دستور سامه که مجموع نمرات هر دانشجو رو بهمون نشون میده که هایلایت کنیم و با اکسکیوت بهمون نشون میده. کد بعدی ما می‌خوایم تعداد دانشجوی هر شهر رو نمایش بدیم که ما سلکت آدرس رو می‌نویسیم و بعد کانت رو که بنویسیم کد دانشجو رو می‌خوایم و بعد فرام که از جدول تیچره و گروپ کنه آدرس ها رو و بعد از اکسکیوت بهمون نشون میده که توی هر شهر چند تا دانشجو هسته. می‌خوایم شهرهایی که بیش از 2 تا دانشجو داره رو نمایش بده. ما از دستور هاوینگ استفاده می‌کنیم و بعد می‌خوایم که کانت کدشون بزرگتر مساوی 2 باشه. بعد اکسکیوت که بزنیم بهمون نشون میده. حالا می‌خوایم از دستور اینسرت استفاده کنیم. دستور اینسرت برای درج رکوردها در جدوله که insert into و نام جدول رو میدیم، درج کن داخل جدول. values هم مقدارها رو به ترتیب در داخل پرانتز قرار میدیم. فعلا اینجا ما هیچ ستونی قرار نمیدیم، فقط میخوایم که مقدارها رو بهش بدیم و بعد گو رو که بزنیم اون رو انتخاب میکنیم و بعد اکزیکیوت که بزنیم میبینیم ما این خطایی داریم. جدول تیچر کلید راست دیزاین رو میزنیم و اوریج که همون نمره هست رو اضافه میکنیم. چون اضافه نکرده بودیم به همین دلیل خطا میداد. انکار 10 میذاریم و ذخیره که بکنیم و بعد دوباره که اکزیکیوت بزنیم با موفقیت انجام میشه. خب ما دستور سلکت رو داریم که میخوایم تمام ستون هامون رو بهمون نشون بده و بعد میخوایم بگیم که از کدوم جدول باشه. ما میگیم فرام تیچر، یعنی از جدول تیچر گو رو میزنیم و بعد از اکزیکیوت بهمون نشون میده که ما همچین رکوردی رو ایجاد کردیم با دستور سلکت. در چند تا رکورد ما میتونیم همین رکوردی که ایجاد کردیم رو چند بار کپی پیست کنیم و مقدارهای اون رو تغییر بدیم، لست نیم، فرست نیم و آدرس و تل و اون میانگین و نمره‌اش رو تغییر بدیم. بعد ما هایلایت میکنیم و اکزیکیوت که بزنیم میگه با موفقیت 5 تا رکورد ایجاد شده. دوباره از دستور سلکت فارم استفاده میکنیم، اکزیکیوت که بزنیم رکوردهای جدیدمون رو بهمون نشون میده. رکوردهای بعدی ما میتونیم فقط کد و فرست نیم لاست نیم داشته باشیم. اکزیکیوت که بزنیم و بعد دستور سلکت بهمون نشون میده که اون رکوردهای جدیدمون بقیه‌اش نال، کد، لاست نیم و فرست نیمش فقط هست. خب دستور بعدی ما دستور دیلیت هسته که برای حذف یک رکورد هسته. اگر ما در قسمت دیلیت شرط نذاریم کل رکورد هامون حذف میشه و از شرط ور استفاده میکنیم که میگیم حذف کن از جدول تیچر اونایی که تلاشون ایزناله. میگه که 5 رکوردمون با موفقیت حذف شد. سلکت رو که انتخاب کنیم بهمون نشون میده. در این قسمت ما میخوایم بگیم که از شرط ور استفاده کنیم که بگیم که لاست نیم اونایی که هاشمی هسته رو برامون حذف کنه. خب ما این انتخاب میکنیم، اکزیکیوت که بزنیم بهمون میگه که 3 تا هاشمی حذف شده و بعد دستور سلکت بهمون نشون میده که با موفقیت حذف شده. حالا میخوایم از دستور آپدیت استفاده کنیم و میخوایم بگیم که اینجا مهدیه، نمرش بشه 20. خب دستور آپدیت رو مینویسیم و نام جدولمون که تیچر هست رو میاریم، میگیم که ست کنه اوریج که همون نمره هسته با مساوی نمرمون که 20 هست. انتخاب میکنیم اکزیکیوت که بزنیم میگه که با موفقیت اجرا شد. خب دستور سلکت رو هم یه بار اجرا میکنیم که ببینیم. طور که میبینین چون ما شرطی ندادیم همه نمره ها شده 20. ما یه شرطی میدیم از ور که فقط فرست نیم مهدیه رو تغییر بده. ما بعد اون نمرهشو میاریم که میخوایم چه نمره رو بدیم. مثلا میخوایم نمرهشو 15 بذاریم. اکزیکیوت که بزنیم یه با موفقیت اجرا شد و بعد سلکت نشون میده که تغییر کرد. دستور بعدی ما میخوایم کد رو تغییر بدیم. ست کد مینویسیم و کد جدید رو میدیم و دستور کد قبلی رو حذف کنه و کد جدید رو بذاره. با موفقیت اجرا میشه و با دستور سلکت بهمون نشون میده. دوباره ما میخوایم اونایی که گنبدن رو حذف کنه. خب توی دستور ور ما آدرس رو میاریم و گنبد رو مینویسیم. انتخاب که کنیم اکزیکیوت بزنیم و با دستور سلکت بهمون نشون میده که اونایی که گنبد بودن حذف شدن.